امام صادق علیه السلام در رابطه با امام زمان و عصر غیبت 5 تا توصیه دارن. توصیه اول اینه، فرمود هر کس دعای عهد را بخواند از یاوران مهدی ما اهل البیت خواهد شد و اگر قبل از ظهور امام زمان از دنیا برود در عصر ظهور خدا او را زنده می کند و از اصحاب حضرت مهدی خواهد شد و به ازای هر کلمه از دعای عهد خدا 1000 حسنه به او عنایت می کند و 1000 گناه او را پاک می کند. توصیه شماره 2 اینه، فرمود به زودی دوران حیرت و سرگردانی شما پیش خواهد آمد که در اون عصر به این راحتی کسی نجات پیدا نخواهد کرد. حضرت فرمود دعای غریق را بخوانید. توصیه سوم اینه، هر کس بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر یک بار بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، نمیمیرد تا مهدی ما را درک کند. توصیه 4، هر کس در نماز عصرش سوره والعصر را بخواند و مداومت داشته باشد.